المپیاد ریاضی آمریکا، جرأت داری این سوالو حل کنی؟ بریم برای حلش. قبل از اینکه بخوام این سوالو حل کنم لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید. 3 تا تساوی به ما داده و از ما حاصل جمع A و B و C رو میخواد. خب ابتدا میام تساوی اول یعنی AB مساوی 60 رو نامگذاری میکنم رابطه 1 و تساوی دوم رو نامگذاری میکنم رابطه 2 و تساوی سوم رو نامگذاری میکنم رابطه 3. میام رابطه 1 2 و 3 رو در هم ضرب میکنم. پس سمت چپ تساویمون میشه AB ضرب در BC ضرب در CA مساویس با 60 ضرب در 70 ضرب در 80. اینجا یه دونه A به توان 1 داریم، یه دونه A به توان 1 داریم، پس میتونم بنویسم A به توان 2 ضرب در یه دونه B اینجا دارم، یه دونه B هم اینجا دارم، توانهاشون هم یکه، پس میتونم بنویسم B به توان 2 ضرب در یه دونه C اینجا دارم، یه دونه C هم اینجا دارم، پس میتونم بنویسم C به توان 2 مساویس با 60 ضرب در 70 ضرب در 80 میشه 336,000. برای سمت چپ تساوی میام از این ویژگی اعداد تواندار استفاده میکنم. سمت چپ تساوی میشه A ضرب در B ضرب در C که حاصلش به توان 2 رسیده مساوی شده با 336,000. الان میام از دو طرف تساوی رادیکال با فرجه 2 میگیرم. سمت چپ تساوی توان 2 باعث میشه رادیکال حذف بشه و چیزی که باقی میمونه ABC هستش. سمت راست تساوی چیزی که ما داریم رادیکال 336,000 هستش. میام بر 2 ساده میکنم میشه 168,000. میام 168,000 رو بر 2 ساده میکنم میشه 84,000. باز 84,000 رو بر 2 تجزیه میکنم میشه 42,000. دوباره 42,000 رو بر 2 تجزیه میکنم میشه 21,000. 21,000 رو بر 2 تجزیه میکنم میشه 10,500. 10,500 رو بر 2 دوباره تجزیه کنم میشه 5,250. 5,250 رو بر 5 اگر بیام تجزیه کنم میشه 1,050. 1,050 رو میام دوباره بر 5 تجزیه میکنم میشه 210. 336,000 رو من میتونم بنویسم 2 به توان 2 ضرب در 2 به توان 2 ضرب در بازم 2 به توان 2 ضرب در 5 به توان 2 ضرب در 210. الان اینجایی که زیرش خط کشیدم من میتونم از این ویژگی اعداد تواندار استفاده کنم. پس میتونم بنویسم 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 5 به توان 2 ضرب در 210. داخل پرانتز اینجا 2 ضرب در 2 میشه 4، 4 ضرب در 2 میشه 8، 8 ضرب در 5 میشه 40. پس من میتونم بنویسم 40 به توان 2 ضرب در 210. پس زیر رادیکال میام جای 336,000 می نویسم 40 به توان 2 ضرب در 210. الان سمت راست تساوی میام از این ویژگی رادیکال ها استفاده می کنم. با توجه به این ویژگی سمت راست تساویمون میشه رادیکال 40 به توان 2 ضرب در رادیکال 210. این توان 2 باعث میشه رادیکال حذف بشه و 40 بیاد بیرون. 40 هم ضرب در رادیکال 210 بشه میشه 40 رادیکال 210.
مقدار ABC شد 40 رادیکال 210. طبق رابطه 1 ما میدونیم مقدار AB برابر 60 هستش. خب اگر من بیام جای AB 60 قرار بدم میشه 60 ضرب در C مساویس با 40 رادیکال 210. طرفین تساوی رو تقسیم بر 60 میکنم. سمت چپ تساوی C باقی میمونه و سمت راست تساوی 2/3 رادیکال 210. الان میام از رابطه 2 توی تساویمون استفاده میکنم و جای BC مقدار برابرش یعنی 70 رو قرار میدم. A ضرب در 70 میشه 70 A مساویس با 40 رادیکال 210. طرفین تساوی رو تقسیم بر 70 کنم مقدار A به دست میاد. سمت چپ تساوی شد A و سمت راست تساوی 4/7 رادیکال 210. میام توی تساوی که دارم جای CA قرار میدم 80 رو. 80 هم ضرب در B بشه میشه 80 B مساویس با 40 رادیکال 210. طرفین تساوی رو میام تقسیم بر ضریب B یعنی 80 میکنم. اگر این کار کنم مقدار B به دست میاد 1/2 رادیکال 210. اومدیم مقدار A و B و C رو به دست آوردیم. خواسته سوال جمع A B و C بود. کافیه من بیام A B C رو با هم جمع کنم. اگر دقت کنید عامل مشترک دارن. اون عامل مشترک ابتدا فاکتور میگیرم. از رادیکال 210 از A 2/3 باقی میمونه. از B 1/2 و C 4/7. داخل پرانتز جمع 3 تا کسر رو داریم که مخرج ها متفاوته. میایم مخرج مشترک میگیریم. مخرج مشترک 3 و 2 و 7 42 میشه. کسر اول صورت و مخرج ضرب در 14. کسر دوم صورت و مخرج ضرب در 21. کسر سوم صورت و مخرج ضرب در 6. 2 ضرب در 14 میشه 28 به علاوه 1 ضرب در 21 میشه 21 به علاوه 4 ضرب در 6 هم میشه 24. توی صورت من بیام 28 و 21 و 24 رو با هم جمع کنم میشه 73. 73 42 هم ضرب در رادیکال 210 میشه 73 42 رادیکال 210. اگه از حل این سوال خوشت اومد لطفاً این ویدیو رو لایک کن و چنل ما رو سابسکرایب کن.